تا حالا شده بخواید از رندر یا حتی یه عکس ساده از پروژه‌تون همچین خروجی ایزومتریک حرفه‌ای بگیرید؟ خروجی‌هایی که معمولاً برای شیت بندی، پرزنت پروژه و حتی تبدیل به مدل سه‌بعدی استفاده میشن. جالب اینجاست که برای ساختنش لازم نیست ساعت‌ها توی نرم افزارهای سه‌بعدی وقت بذارید. به راحتی در عرض 30 ثانیه میتونید همچین تصویری رو به همچین خروجی ایزومتریکی تبدیل کنید. ببینید این تصویر چجوری تبدیل شده به این خروجی ایزومتریک، یا حتی این تصویر چجوری به راحتی تبدیل شده به این خروجی ایزومتریک حرفه‌ای خفن. حالا سوال اینجاست چرا اصلا باید همچین خروجی داشته باشیم؟ الان که میتونیم برای شیت ها پرزنتیشن های حرفه‌ای تر و جذاب تری بسازیم. دومی که جزئیات پروژه خیلی واضح تر نمایش داده میشه و از همه مهمتر میتونیم همین تصویر ایزومتریک رو به یه مدل سه‌بعدی واقعی تبدیل کنیم. لینک آموزش اون رو براتون گذاشتم. حالا بریم سراغ آموزش. من یه پرامپت براتون آماده کردم که فقط با یک کلیک میتونید عکس یا رندر پروژه رو به خروجی ایزومتریک تبدیل کنید. تنها کاری که باید انجام بدید اینه که موضوع پروژه رو داخل این قسمت مشخص کنید که اینجا برای ساختمان من مشخص کردم. هر چقدر تصویر بیشتری از پروژه به هوش مصنوعی بدید نتیجه دقیق تر میشه، اما حتی با یه عکس هم میتونید خروجی خوبی بگیرید. برای این آموزش باید عکس رندرتون رو همراه با پرامپتی که آماده کردم به چت جی پی تی بدید و همچین خروجی خفنی رو تحویل بگیرید. به همین راحتی فقط کافی عکس پروژه‌تون رو بدید همراه با پرامپت و خروجی ایزومتریکتون رو تحویل بگیرید. حالا برای 3D کردن خروجی ها کافیه که به سایت هایپر 3D بیاید و اینجا روی این قسمت عکستون رو آپلود کنید و گزینه جنریت رو بزنید. بعد از چند ثانیه تصویر شما تبدیل به یه مدل سه‌بعدی قابل استفاده میشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا آموزش‌های بعدی. خدا نگهدار.